سلام و درود خدمتتون عزیز، بسیار خوش اومدی به پارتی دیگه از بازی شبیه سازه تصادف. دوستان عزیز بار اومدیم با یک ماشین پلیس ایرانی. برو ببینیم که چه خواهیم کرد. یک ماشین بنز دوستان عزیز، اما با طرح ماشین های پلیس راهنمایی رانندگی که در ایران هست. برو بریم که چه خواهیم کرد در چالش آفرود. برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. که این ماشین پلیس چه خواهد کردن چالش آفرود دوستان عزیز. چه سرعتی میره سردندش هم اتومات دوستان، کامل اتومات، همه چی روال زیواله. فقط یه خورده فکر کنم کفخا به درد زیاد آفرود نمیخوره، ولی خب فعلا این جاده صاف و داره قشنگ میره دوستان عزیز. فعلا به ناهمواری نرسیدیم. سر پایینی سر بالی مثل آب خوردن واسش. یا ابل فاز ولی خیلی خوب تو میره بچه ها. یا خدا اصلا به جایی خیلی سرعت خوبی رو داره طی میکنه. داخلش هم ببینیم بچه ها، داخل ماشین هم ببینیم. به به عجب ماشینیه بسر، عجب ماشینیه. خب برو بریم کم کم بریم تو ناهمواری دوستان عزیز. کم کم بریم تو ناهمواری. بریم که چه خواهیم کرد این بازیکن از خطه ایران زمین. حالا یا ابوالفضل چه گازی میخوره سر. خب اشتباه رفتیم. رفتیم بالا. برونش دندقه بو 60 تا میره سر. خیلی خوب میره، خیلی خوبه سر. ولی ماشین بنزه دیگه، ماشین خارجی اما با طرح ایرانی دوستان هست. برو بریم گازر مده داشت. اینجا دیگه ناهمواری شروع شد. آخه اینجا یه لحظه دوستان عزیز تعادل خودش اومد از دست بده که نداد. آخه رفت تو سنگ. یا ابوالفضل فکر کنم جلوش آسیب دید. بد نیست خوردی اینجا آسیب دید، مشکل نداره. یا سپر مشکلاتی براش پیش اومد. فعلا وارد چالش سخت نشدیم، کم کم داریم وارد چالش سخت میشیم دوستان عزیز. فعلا باطلاق نبوده، از اینجا به بعد دیگه کم کم میریم سراغ باطلاق. اینجا دیگه باطلاق کار شروع میشه. این بازیکن از خطه پلیس راهنمایی رانندگی عالی بودیم دوستان عزیز. تازه اینجا چالشمون شروع میشه. ببینید که چه میکند. اینجا هم باطلاقه هم سربالای خیلی سخت. دار کنترلش خودش از دست میده، اما باز داره میره بالا بچه‌ها. و اینجا باریکشالله خیلی از ماشینا نمیتونستن اینجا رو برن. یه باطلاق بدتر هم اینجا داریم دوستان عزیز. اینجا یهو سرباله میشه. نکن اینجا. نه رفت گیر نکرد پسر. باریکالله خیلی از ماشینا گیر میکردن تو این باطلاق. حالا آخه این الان گیر میکنه. آخه گیر کرد دوستان عزیز. بله گیر کرد. خب یه دندقه با هم داشته باشیم. سرعت باید زیاد بشه چون یه کمی کف خوابه. این هی گیر میکنه، نمیتونه سرعت بالایی در این قسمت بگیری که اینجا خارج میشه. برو بالا بسر. نمیره. بیا عقب. حالا از کنار، از گوشه. برو. خوب اومد تا اینجا بالا ها. دیگه اینجا رو نمیتونه بچه. این یه قسمت یک کوچولو سربالاییه. اینم کف خوابه، کفش گیر میکنه فکر کنم. این کف ماشین رفته قشنگ، رفته داخل. دنده عقب نمیشه به نظر شما؟ یا ابوالفضل نری پایین. دنده عقب اون نشه. خب برو. سر میخوره دنده عقب. نه رفت. برو. چقدر بدن رفت. دنده عقب انگار رفت، ولی خب گیر کرد دوباره.
تو بالا رفت. آها خب عالی. حالا راست بشو. به بدبختی رفت پسر، به بدبختی. آها سپر جلو کامل رفت دوستان عزیز که ماشین چیزی دیگه ازش نمونده. اصلا آها اینجا دیگه سنگو دیگه جدی نمیتونه رد کنه بچه‌ها، جدی دیگه. رد کرد، رد کرد پسر، علیکی رد کرد پسر. عجب ماشین پلیسیه پسر، عجب ماشین پلیسیه پسر. خب دیگه اینجا خیلی دیگه سنگ شد. برو. آهای کف خوابش کارو سخت کرده. برو. رقب ماشاءالله مرد. خب که این ور. خب حالا یه دونه جلو محکم بده، یه دونه جلو. کفش گیر کرده، تو نمی‌بینی؟ کفش گیر کرده، کف ماشین گیر کرده پسر. لنتاش هم داره خراب میشه ماشین. خب اینجا دیگه نتونه سد کنه، بریم جای بعدی. خب دوستان عزیز برو بریم که اینجا چه میکنه بچه‌ها. این دیگه گشت نیروی انتظامیه. برو بریم چه میکند. نه همون ماشین بنزه با طرح ایرانیش. برو بریم. آخ یکی اینجا رو دیگه نتونست. همین اول کارتون عزیز. بذار یه بار دیگه بریم با سرعت هرچه تمامتر، گازشو بگیرا، گازشو. حالا برو. باری کلا اینی گازشو بگیری تموم کار. تموم بسر. فقط کافیه که شما گازشو بگیریتون عزیز. یا ابوالفضل داداش سنگ یواش. اینجا سنگ است دادا سنگ اینجا. دادا خیلی سنگ است دادا. اینجا باتلاقه خیلی بد باتلاقه. اینجا به درد کف خواب نمیخوره پسر. خب دوستان عزیز ببینیم که در این قسمت چه خواهد کرد ماشین در جنگل های ململانی شهشهانی با طمع آفرودانی. ململانی شهشهانی جنگل های شمال باشد با ماشین پلیس. همکنون آهو سرعتش خیلی خوبه بچه، سرعتش خوبه. فقط کف خوابه کمی تو این چالش آفرودمون کمی ضعیف کار کرد، اما از نظر سرعت خیلی خوبه. باز بده ابوالفضل. یا ابوالفضل داداش برو. اینجا خیلی آب بود. رفت بره ولی کج رفت داداش. یه کوچولو من کمکش کنم، یه کوچولو کمکت کنم. یه مستقیم باشه شما. باز بده. بیا دیگه خجالت بکش. بیا جلو. بیا برو دیگه اذیتم نکن. برونش. یعنی کی کردی؟ کالش کی کرده؟ بیا برونش. ببینم زونم به ماشین. به خیلی عالی سون عزیز، خیلی عالی. مال بالانی ششوانی. ببینید که این قسمت چه خواهد کرد. تو مستقیم بریم. اینجا کلی از این چالش ها وجود داره تو این مپه. خیلی خفن دوستان عزیز. برونش ببینم تا کجا میتوانی پیش بری. تا کجا میتونی پیش بری. خب دوستان عزیز یه ماشین دیگه پلیس بیاریم ببینیم که اون یکی چه میکند. خب دوستان عزیز این بار با طرح یگان ویژه، با طرح نوپو اومدیم ببینیم که چه خواهد کرد. این ماشین بچه‌ها خود همون بنزه هست، اما تغییر و تحولاتی که داره از موتوراشه. مثلا این یگان ویژه هست، موتورش خیلی قوی تر ماشینای پلیس دیگه هست. ببینیم که این چه میکنه. سرعتشو ببینید خیلی هندلینگش بهتره نسبت به اون دوتای قبلی. با آسفالت که کار جمع میکنه بسر، با آسفالت کامل کار جمع میکنه دوستان عزیز.
خیلی نپیچیدیم، برخورد داشتیم. بریم یه آفرود هم با این بریم ببینیم که آفرودش چه میکند. خب دوستان عزیز، بریم که در این چالش آفرود چه میکند این بازیکن از خطه ایران زمین. حالا خاکیش هم خیلی خوب بچه، خاکیش هم نسبت اون دوتا ماشین خیلی سرعت بیشتری داره. الان گاز نمیدم، اون گاز بدم یا ابوالفضل. دوستان عزیز این اولین گاز ما اینجا ماشین رفت داغون شد، سی شد. اینم از پلیس ویژه. اگر ماشینای دیگه هم دوست داشتید که تست آفرود شورین چه میکنن حتما داخل کامنت ها بگید. تشکر فراوان تا پایان این پارت ها بودید، همراهی کردید. تا پارت بعدی بدرودتان باد.